بانک مرکزی روسیه گفت قانون این کشور به پیوستن شرکت‌های انتقال پول به مرکز پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان مخالفت ندارد. این در حالی است که پیشتر بعضی از شبکه‌های انتقال پول گفته بودند قانون‌های روسیه اجازه نمی‌دهد به مرکز نوی پولگزارانی تاجیکستان همراه شوند. همکارم عبدالله شورف با مقامات بانک مرکزی روسیه در تماس بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و نخست بگو بانک مرکزی روسیه مشخصاً چی گفت؟ سلام شالله. بانک مرکزی روسیه روز 9 دکبر در پاسخ خیلی کوتاه خطی به رادیو آزادی نوشت قانونگذاری روسیه به شبکه‌های ارسال پول که انتقال‌های فرامرزی مبلغ را عملی می‌کند امکان می‌دهد به مرکزی پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان پیوست شوند. ضرورت برای وارد کردن تغییرات به قانون فدرالی 161 وجود ندارد. قبلا دفتر مطبوعات شبکه زلاتای کرونا که تا یک هفته پیش 82% بازار انتقال پول به تاجیکستان را زیر دست داشت به رادیو آزادی گفته بود که اصولی که بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند محض به قانون 161 مخالفت ایجاد میکند. ماریا میخایلووا رهبر انجمن ملی پرداخت‌های روسیه که شبکه‌های ارسال پول عضو آن هستند گفت بانک مرکزی روسیه در پاسخ به مکتوب آنها در رابطه با نوگانی‌های جاری کرده تاجیکستان کاملا پاسخی دیگر داده است و آنها از این گونه موقعی متناقضی بانک مرکزی روسیه گیج شدند. عبدالله رد و بدل مقامات دو جانب طوری میبینیم هنوز ادامه دارد، اما از مهاجران زیاد شکایت میگیریم که نمیتوانند مبلغ‌های به صد زحمت دستاورده خود را به نزدیکانشان فرستند. و طوری چند دقیقه پیش در گزارش دیدیم ساکنان در نقطه‌های بانکی هنوز هم سرگردان میباشند. بله شالله، با ادعای بانک ملی این زمان دو شبکه یونیستریم و کانتاکت کار میکنند، اما یک نظرپرسی سریراهی ما نیز در شهر دوشنبه نشان داد که هنوز روند ارسال و فرستادن پول به یک نظم و نظام ندرآمده است و مشتریان نمیدانند پول فرستاده عزیزانشان را چگونه بگیرند و یا برعکس به آنها چگونه پول فرستند. اکن نمیدونم موقعی مگرم کارتا کنیم نه حالا اگه من دخترم زنگ میزنم همون سیستم کانتاکت کردن بفرستند. روسیه روی کردن پسرچم هم جور شده این تا همون با دادن 3 روز شد هیچ نمیتونیم که روی کنیم. تو یه نیزیلی بگو ادویت بام. یک هفته می شود نمیتوانم به دخترم پول روان کنم. دانشجو است، نیاز دارد به پول. نمیدونم چیکار کنم حالا. Не знаю даже как это решить вопрос. با این همه بانک ملی تاجیکستان از مرکز یگانه پولفرستی حمایت میکند و آن را برای حفظ امنیت مالی بانک ها ضرور میدانند. مسئولان این بانک میگویند مشتریان همچنان امکان دارند توسط کارت های سپربانک روسیه با کارت های چند از بانک های تجارتی تاجیکستان مستقیما پول فرستند، اما بنابر آنکه عائله های بسیاری از مهاجران کاری کارت بانکی ندارند از این وسیله استفاده بردن نمیتوانند. و نگفته نماند که در صورت ارسال اسعار خارجی طریق کارت های بانکی در تاجیکستان مبلغ با سامانی داده می شود. تشکر عبدالله برای صحبت.